های گایز، سلام. خیلی خوش آمدید به بخش سوم مسابقات ما. یک مهمان خیلی ویژه ما هستن که همه بیشتر کلا به او برشناسی. کسی نیجاز عارف ورزیده. عارف جان سلام. خیلی خوش آمدید. مرسی که دعوت ما پذیرفت و به ویژه برنامه جمعه با مصطفی خوش آمدید. اگه سلام علیکی هستن که بفرمایید. اولی که سلام خدمت شما و بچهای پشت صحنه و یه سلام کلیه کنم خدمت تمامی عزیزانی که این برنامه دیدن و تمام کسی که ما رو حمایت کنن و دنبال کنن. مرسی کاکا. یه جامعه کامل به خود معرفی کنی. چند سالتن؟ قدت چقدر نسن؟ قدم نافهم. خب از هم اول بگم. آره. با کدوم دوری بگم فرقی نی. آره. خب من عارف ورزیدم، متولد 19/7/1375، صادر بندر عباس از محله کمربندی. به نازم محله قدیمی بندر، محله که توش خیلی هنرمند و هنوز هم محله؟ نه یکم جابجا بودم به بابت شرایط زندگیم، وگرنه هرم سر زن خونه پدری موجود. خب سلامتی. عارف چی بود که اصلا بلاگر بودی؟ تو نوازنده هستی درسته؟ بله جاست هنوزم که هستی؟ هنوزم ادامه ادم. خیلی یهویی اتفاق کرد. از کجا؟ این حرکتش از کجا ایخوا؟ حقیقتش دایمی هسته که من سرباز هستم، خیلی یهویی مثلا حالا جاش بماند از کجاست. درسته؟ ما فهمت کنه. آقا خیلی یهویی هسته. یه دونه کلیپ و ما خب ایده و سناریو کسی چیزی نه، اوقات قبی کارشانه که سال 98 هم تازه شروع بوده، حالا اوج بلاگری هسته، اوج شروع واینری هسته، به اون شدت اوقات بگه فضا پر از بلاگر و این سری داستانه هسته. اصلا تعداد محدودی هست دارم. یه سری بچه هستن تهران کارشا که کشوری کارشا که من اوشو چک مارکت بعد من یه متنی اومدی تو قالب یه ویدیو هستن، هنو دقیق یادم حالا اون مکانی که هستم نشترم. بعد چون که وایس اونگه اومد اونگو که افهمی چه کنی روی مرحوم شاده بود بچه نه ادونی به چه وقتی هرن سر خاکی یکی دوباره زنن رو سنگ قبل روی مرحوم لایک کنه خنده یه چپونی مکردی پشتیم اومنا تو واتساپ. بعدم تایم شو بیام اومنا فکر کنم ساعت 12 یکی ادا همطوری اومنا ما مودی ریپلی بودن بفرست تو این تایم همه زمان خوشش آمده این کارو. آقا ما داخل واتساپ مونا مودی خیلی مثلا یه جا ما 100 نفر پیام شده بفرست ما مودی حتما خوشش آمده. رفتیم این استوری که این اینستاگرام که استوری ما که آقا ما مودی ریپلی خواردن همه با هم دیگه انادن آقا استارت کار ما اوزو جیخوا باعث بود که دیگه شدم که نه همین جوری فعالیت میکنم. پس با یک لایک سنگ قبل هوند سمت بلاگری اوج استارت کارم. بعد رفتی سمت چیز دیگه دوری مخفی و به نظر من بیشتر مردم که به عارف ششناخ یعنی عارف معروفو ارو دوری مخفی هستن، چون کسی معمولا توی تایم زیاد کارش نه که تو بنده و دوری مخفی تساخته از سختی دوری مخفی بهم بگه، از اتفاقی که توی دوری مخفی به ما بگه و چه سختی توی مسیرت کشی و الان دیگه دوری مخفی کار نکنی. آقا اوایلش که من واقعا هیچ علاقه هم نه، حتی تو استارت شروع هم که اون کره علاقه هم نه. اولین ویدیوم که وایرال هم که اوندی مردم خوشش آموندن و بود تکه کلام و سر زمان آقا ما مساخ ویدیو منتشر مو که مودی ویدیو خوبی اخواره هر جا رفتم دمت گرم. حالا مثلا تو تایم خودش ویوی خاره مثلا 30 تا 40 تا و باعث بودم ما دیده بشیم. مثلا تو او تایم ویدیو ما 5 دقیقه 10 اولین ویدیو هم که من منتشرم که 5 دقیقه است تایم دوری مخفی. اون موقع دیگه دقیقاً اکسپلور دوری مخفی تو هستن. تو بنده ما هر جا ما رو دیگه حال ما که به قول معروف خوشمون شد. آقا اولش منافهمی بابا ایتوکا نه سلام یه تایم مثلا همون 3-4 تا استوری که ناده تو او تایم این نه که تو کیف کنی بفهمی لذت چن یا 4 نفر به شناختن. واقعا من نایم قبلش به مشاشقه والا من موزیک کار مکه یه تعداد شناختی قبل متوشو هستن و تو ایران دارم حالا دیگه بس خجاله. حالا من خودم هر چقدر که پوری بشم یه آدم خجالتی هستم. ما خونه سرامون دیگه حالا با یکی به قرآن با یکی به مشا شناختم آقا رومشنه که برم بیرون. آقا این چیز اصلا جا نکفته. حالا ما تو دوری مخفی رفتیم مثل تکه کلامو همش فیل بداه پیشونه. خلاصه داستانی خیلی رو مایفته و خیلی
سخته به ارتباط بگیری، خیلی مزه. چه اتفاقی توی دوربین مخفی که دیگه نت ساخت؟ دوربین مخفی خیلی افهمن این قضیه رو. خب ولی خب اگه خودت به طرفدارات واضح شفاف بگی به نظرم بهتره. آقا یه سری از مراجع خاص که حالا یه سری ارگانه که اسم تارم باعث که بیان جلو و یه سری از مشکلات سخت یا باعث بود که پامون به صد بین راست کده. درسته دیگه. ببین نبود کار کنی، هم خودم زده بودم کارم به جای بدی کشی. خب تا حتی ای که مثلا فکر کن تو تصوری رفته هدف من تو تایم ای هسته دیگه، من با ای هدف خوندم، من بلاگر نم یه فرد عادی برای شاد کردن دل مردم، یعنی استارت من از اینجا ای. خب آقا ما رفت جلو، هر روز کارمو شگه 3 4 تا 5 تا ویدیومو من خودم چون تجربه هم نه دیگه، من اولین بار من زندگی کردم مثل خیلیو نافهم باید چطوری زندگی کنم. آقا یه کارم که داخلش توش قمم و وارده و شمشیر و اسماردیزم و خواهی سری لباسا عجیب. بعد ای دیگه کار مگو ای دیگه اکسپلورن، ای دیگه من معرفم اصلا از جمعای دیگهش نگاه منه که خب من واقعا چون تجربه هم نسته. آقا ما استارت موزل صبح از یه ارگانی من تماس شده و بود و رفتم یه چند روزی من رفتم مونده. بعد کشیده بود به یه مرجع قضایی. روزی که رفتم من اصلا اطلاع نمیداده خانوادم، هیچ کس هم از این داستان خبری نه. فقط تو تایمی که عابد با اون کار شکی، عابد کنارم با عابد تو فقط بود دنبال من همه چی گردن نگیرم تو فقط بود پشته با هم زندگی خوش هسته و تو تایم فرشی که همه کار هم هسته. ما رفتیم به ما مستقیم شو فرستا مرجع قضایی. پس دادگاه هم رفتم خود دادگاه. وقتی رفتم داخل دادگاه من اولیم اصلا پام تو پاسکان رفتم به ما بسیج نگه این هم مصر دستری. آقا رفتیم دادگاه مادی شلوغ و یه سری من تالا اصلا قدل فقط نشنوده قبل ما پرونده قدل رسیدگی بودم با خودم مثلا یه فکر بدیم که من چون کردم کجا موندم که استرس بدیشه اصلا من نفهمیم چه کردم. آقا ما رفتیم داخل تا رفتیم حالا برخورد و بنده خدا قاضی ما بعد نه اوکی خنده شه که من از استرس خیلی خنده میکنم شکل باشه خنده کن دارم. آقا تو خنده ایگو که من خب بس من میتونم برم حالا گپم تمام و یه سری اشتباه خودم بوده و خود چون من تجربه هم نه هسته فکر من که درست ترین کار تو تایم انجام داد. آقا برگشت میگو که کسی تصمیم بیاد وثیقه مونسه مو وثیقه بابت چه هیچ کام اگه وثیقه نانوسی هری مستقیم شهر تو کما زندگی مزدارم اصلا بدون چه می باید برم شهر می که هدفم چیز دیگه هدفت شاد کردن مردم تهش بس بو شهرک بعد من شوکی خصوصی هم نسته. آره خود چیز زده جنبه دیگه خلاصه عمومیش هست حل بود تا یکم یه چند سال درگیری بودیم. با این مردم بدونم به نظر من که وقتی که خیلی بلاگرها بعضیوش البته که کار کنن چه سختی تو مسیر کشن چه رنجایی ببینن چه استرسی کشن فکر کنن که آقا همین الله بخته که یه دوربین دست خوب بگیریم و بریم تو کلیپ بگیریم و بدون محتوا و تهش دیدن چه بلایی سر. حالا به موضوعات بعدیش هم هرسیم درد. عارف جان یه سوال به چه همه فکر کنم بلاگر باشن؟ ببین من تصورم این هر کسی همتات این سال همه پرسم ما بلاگر بشم یا بلاگر بشم خوبن من تشویق کنم اصلا ناگم. اولین گیبی که از آن اگه سبک مورد نظرت چند کدوم شاخه دا بره. ببین ما بلاگری چند مدل ما هستن. خب لایف استایل ما هستن، مدل ما هستن، روزمرگی ما هستن، بلاگر آشپزی ما هستن، بلاگر فود ما هستن، فلان ما هستن، مدلینگ ما شاخه مثلا جدایشه. از اون طرف واینری ما هستن، اینفلوئنسری ما هستن، هر کدوم شاخه‌اش خودش فرقه. ما هر چقدر به طرف راهنمایی کنیم آقا این سبکت این شاخت اگه کمک از دست من نوعی برات نمیاد. ولی متاسفانه چیزای دیگه منتشره. آره اصلا یه چیزایی ببینی که اصلا پشریزون اصلا بدون محتوا بدون یه لوکیشن قشنگ بدون یه تصویر خوب فقط یه دونه گوشی دستشون رو بریم این کارو فلان بکنیم و دیدگاه متفاوت بودن. اصلا کاری همین خب خانمو خیلی زحمت کشن آقایان هم خیلی زحمت کشن تو فضای مجازی.
ولی چیزی که مبینم همیشه یه دخ 50 که نسبت به یه چوک جلوتر. خیلی چوک هر چقدر تلاش بکن چون چوکن زیاد بهش توجه نبود، ولی وقتی یه خانم تا تولید محتوا کن چه خوب چه بد کلا توجه سمتش و باعث بودن زودتر پیشرفت کن دیده بشه. متاسفانه چیزی که ما دیدیم اوقات خیلی قوی نینن. من آگم خودم خوبم اصلا کار خودم نیم به عنوان یه مخاطب بده یکم به چوکو بیشتر توجه کن. آقا چوکو خیلی مظلوم واقعا بودن، اینقدر زحمت کشن فوشوش مال چوکو. دقیقاً هم تمام فوش حقاری. های دوستانی که شما بلاگر باشن به نظر من سعی کنید یه سناریو نویس به خودتو پیدا بکنی، سبکای جدید ادامه هاده، یه سبکی بره که بقیه رو انجام ندادن. تا دیده آقا مثلا تو فضای مجازی خیلی سبک رفتن، تو دیگه سبک جدید بره، اون موقع تونی فالوور واسه خودت جذب کنی، بیننده خودت بشه. این مد نظر باشه یه گوشی باعث بلاگر بودن نبود. عارف چقدر تو این مسیر سختیت کشی، چقدر فوشت خورد، چقدر حرفش نف، چقدر حتی شاید خانواده هم به چرا این مسیر نره رفتی، چطوری باش کنار هونده؟ من فهمم که همه ما یه تایم فوش خورمون خیلی زیاد بوده. آیا هنوز هم به چیزی اگن یا نه؟ وقتی افراد نزدیک زندگی دو خانواده بشنوی به دگن دلغک چه سیده چقدر حذف کردنش سخت انتایی که بخوای مثلا یه غریبه بیا فوش به دادت دیگه خیلی بدتره. وقتی اپذیری که این راه بری باید فوش و خوبی و بدیش بسنج. آقا یه روزی بودن دیگه دایرکت بی دلیل بازد کنه فوش خار مادر و اصلا فوش به ناموس همه کسی داده. ببین تو اوج عصبانیت تا اگه چه بکنیم نهایتش بلی کن یه عزیزی انیمسی هست بعد طرف رو گردت من خیلی باید حاله کنم دقیقا همیلن یا ویس یا تو پیام من خیلی باید حاله کنم چون جواب منتا ندادم گفت فوش دادن جواب. خب ببین هیچ زیاده بی ولی هم آدم اتونی جذب خودت کنی. فوش ما خیلی مخاردن بد و بیرا خیلی، ولی نگاه کن لطف مردم خیلی شامل حال ما بودن، بیرون خیلی کم اتفاق افتاد. بله شاید تو 100% 1% یکی رد کردن چیزی گفته. یعنی مردم بندر ما یه چیزی بگم خب خیلی مرام شه خیلی لطف هست حمایت کنن همه چی عالی پشتتن، ولی تو بندر معرفیت اوقات برای کسی شاخ نین. نه چون بندر آدم معروف زیاد به خودشی دیده براش مهم نی رونالدو بیا رد بکن یا من رد کنم شاید 2 لول فرق بکنته. رونالدو که رونالدو تنها چیزی که بردیره رونالدو که رونالدو چه بکن. یعنی توی استان هرمزگان براش معرفیت اوقات ملاک نین این خاکی بوده نه اینکه جمعه. آره آفر دقیقا همینه. مردم شهر خیلی باسخواه دقیقا خیلی واقعا آدم معروف خیلی بودن هنرمند ما از قدیم بگیریم هنر منصفی بودن خداش بیامرزه آقای رامی ناصر عبداللهی و تا به امروز رسید که مثلا پرچمدار ما هستن یانگ سادن و چرسین. بله واقعا دمشو گرم واقعا صادقین خیلی آدم هستن آدم معروف خیلی بودن برای همین براش اوقات آدم باید ایقدر غول بشی که بتونی باشو برسی تا یه روز در ای حد. بریم دبی خیلی خوبه که توقعم نه بریم دبی. خب تو عارف بلند برد دبی یک کشور حاشیه خلیج فارس تاکید حاشیه خلیج فارس رفتی اونجا کلیپ درست بکنی با بچه ها و یه سناریو هم با خودت تو چی و کلیپ تو ساخت و کلیپ هم خیلی پخش بود. بله فضای مجازی دبی ابوظبی پر بود از این کلیپ یه حجمه خیلی بسیار زیادی پخش بود که حتی خواستار مجازات عارف ورزیده بودن که خیلی پخش بود و عارف بازداشت بود چی بود عارف برگشت ایران و اتفاقاتی که این مسیر دبی که به ما جامع و کامل مختصر به ما توضیح داده. ببین ما طبق سناریویی که ما موچی با 2 سال مستر من خدا عادل هسته که زحمتی کاری کشیده با شایان هستیم دیگه جو مقطع هستیم کلیپ ما استارت حالا قبلش که سناریو که با هم دیگه صحبت ما که موچی نوشتارش خودم هستادی کلن سناریو نویس خود هسته خودم
البته قبل که میبرم سناریوم چیز دیگه است. اونجا با صحبت بچه‌ها تغییر شد. رفیق ناوا بابا، رفیق ناوا. نه بابا بهش گفت راجع به این موضوع بنویسیم. من میگم باش. رفتیم هتل عمومی شو فلان از این داستانا. رفتیم برا ویدیو گرفتن. ما ویدیو موگه بعد من یه پرانتز باز کنیم واسه چیزی هم. من رفتم تو کشور دیگه. من واقعا اطلاعاتی امنین راجع به قانون و کشور و سری داستانو. حالا بچه که کنار ما بودره باید به من راهنمایی شکر این مشکلیش هست. او بنده خودم اطلاعیشون نسته بگم تا او داستان هسته میشه گو. من حتی به خدا تو شاهد خو اگه گفتم حتی همونجا هم پرسیم که مشکلی نین ما مثلا اپوشیدیم از این داستانو گو شاید تو کشور. حالا جالب تر از اینجا ما لباس بومی محلی قش خمیر لنگه سلخ لباس عربی حالا اگالنو دش داشتن. خب آقا ما پوشی کلیپ پخش بو وایرال بو. روز بعدش نادانم هم روز 500 کای خواه ما کلیپ ما تو 24 ساعت 500 کای خواه 500 کای هم خیلی دیگه توی یه روز او اکسپلوری گفته. فضا متشنج بو. ما رفتیم نت مناسب بیرون اصریم دور ما زده. بعد رفتیم سمت خونه گوشید چون که یکی بچه هم پیام فرستاد که فلان شیخ فلان توییتی زدن که شد تو این شوگرم به لباس مقدسات کشور امارات و عوزه. ما واقعا این موضوع اطلاعی ما منافهمیم یعنی به اشتباه. این تا این بخش از موضوع که ما اشتباه هم نپذیرم اشتباه خودمون بودن ولی این بحث زندون و این داستان رو نرفتم. خب نرفت. خب به بچه ها مشکل اونجا پیش اوندو. یعنی ما با همکاری خودشو برگشتیم یه سری داستان رو هوندیم. اتفاق بعدش کف من قشنگ بنده رستارم 2 هفته این موضوع گذشت. حالا اتفاقات اوجا پس تو ایران هستی؟ من قشنگ ایران هستم. 2 هفته بعد تو بنده شروع بود مثلا پیجی که با ویدیوی خودم مثلا ویوی گفته خیلی 20 کا مثلا 10 کا با تایم 30 کا 40 کا مثلا چقدر نگاه ده که ویدیو من داخل پیج هستن همون پیج بر علیه من پست هستن فلان با من ایران هستن همه شده زندان فلان. آره چون تو همه فکر که با عارف بازداشت بودن توی زندان دبی. خب من اینجا هستم من نگران بچه های هستن که با هم همکاری شکره در ارتباط میگفتم مشکل به اوشو پیشونده است. من مگه از سرم اوجا تو تایم بودم ها من جز بچه ها هستم ولی به اصرار خود عادل و داستانم برگشت. درسته من دیگه هیچی برای از اسادانم نه دیگه. مرسی. خب قبل که بریم سوال بعدی رو بپرسیم واسه اسپانسر برنامه معرفی بکنم دفتر تصویربرداری آقای امیر جمعه‌زاده که مراسمات عقد عروسی و حتی تولد و عکاسی تو حتما بهشون مراجعه فرمایید. آدرس هم زیر کپشن هست. عارف جانم خب نظر راجع به فضای مجازی استان چه؟ ناکن الان همش بوجن چمک درست ناکن شاید چمک کرده به نظر من یکی از دلایل جذب فالوور باشه مخصوصا توی خانوما. ناکن تاکید کنم مخصوصا توی خانوما این روند خیلی بیش از حد پیشونه که یک لباس تنگ بپوشن بدن نما یه آهنگ چپوین روش حالا سر هیچ چمک کنن یا جای دیگه و پخش نکنن. بچی این واقع بودن. ببین یه دورانی اینو البته پرسیدم چون توی حوزه هستی و نه دو طرف ماجرای. آقا یه تایمی فیلم عروسی کاملا خانوادگی است. بله الان جدیدن فیلم عروسی مردم ببینه خانواده هم نبینه. خانواده بلایک. آقا چرا با بودن این موضوع یه افرادن که این موضوع دوست شه حمایت کرد طرف از داستان رقص خودش خب چمک چیزی بدینن ما قدریم با اصالتیم مثلا جز چه بشگن یه راهنمایی کنی جز اصالت مو جز آداب و رسوم جز آداب و رسوم ولی با پوشش مناسب. آفرین آقا هر چیز جای خودش من ناپذیرم. من خودم هم جز همون دسته افرادم که اگم آقا دم تو گرم شادی اکری همه چه اکری خیلی بهشت شخصی خودتو بشه خیلی قشنگتره که آقا من خودم بارها بودم داخل ویدیوم چه میکنم که بله آقا من منکرش کنم ولی اگه به شیوه درست هر چیزی جایش
مثلا در به نظر من یه حجمه های خاص خودشیشه باید یعنی بشه که من موافقم نادونم خیلی چیزها واقعا ناتونم بگم آره چون از دیدگاه بد مثبت و منفی شما با صحبت ولی من موافق نم که از این که چمک کنی تو بری بالا بعدش چه واقعا ناکن اصلا تو سه تا عروسی دعوت شو که عروسی چهارمی دعوتشو نگه چک کنی خودش عروسی چهارمی به تو دعوت شو نگه باید تو خونه تو چمک کنی بره اکس ملا دقیقا میکنه که آقای فرهنگ بد جا کفتم ولی کسی که فعالیت دکم مگم دمش گرم هر کسی چه بد چه خوب زحمت کشید بله که باسه بود دیده ولی با یه سری از این چیزی که خانم انجام دادن نه حتی اگه تو به من ربط دینی نه ولی من نظر شخصی من نظر شخصی زیاد اینطور محتوا دوستم چون کامنتایی که زیر پست ببینید ببخشید جون پیشو بوغه ناکن من نفهم این شما مثلا این خانواده تو حتی ابینه اون کامنتور دیگه این برش کن صدق الله آره یه موضوع دیگه که هسته که من گهگاهی هم اذیتم این موضوع به چه هر اتفاقی که توی استان و مارکت اونا به موضوع خاص اشاره میکنم هر اتفاق همیشه بلاگر رو مقصر دارم اگر انجام ماده اگر بلاگر سوء استفادهگر بلاگر فلان شده انجام نده سکوت بکنی بلاگر مفقود که سکوت چه کرده فلان بکنی اگر فلان در صورتی من آره قبولم من یه سری افراد هستن سوء استفادهگر هستن ولی نباید همه رو جمع ببندن تو موضوع صحنه خاصی یا چیز خاصی در نظر نگاه ولی این هیت همیشه هسته یه سری افراد هم مثلا این کار رو انجام بدن ببین یه سری من دیدگاه دیگه صحبت کنم یه سری افراد منتظرن که به یه سری آدم بتوپونن بنا به هر دلیلی که خوششون دادن چه کار خوب بکنیم بگم مصطفی به فلانجا کمکی که چه کمک نکه حالا وقتشون برن بکوبیم این چی کار نکنه آقا مردم اونم پشتت همکاری کنه تو رو خود این اتفاق کفتن یکم استوری کن تو رو خود این کفتن همکاری کن همه با هم پشت همه بچه بلاگر حالا کار کنیم خیلی هم توی خیلی از واقع با هم دیگه مشکلش هست اساس هم تمام ناره ولی توی مواقع همه تون همکاری کنه حالا یه سری افراد فقط منتظرن نشتن که تو این کار انجام بده یا نادم به تو بیدلیل بزن که بگم نون به نرخ روز خوری دقیقا همینه آقا من نادرم آقا از بس ایتگاشو گفتن خواه خدای نکره ثانی اتفاقی پیشته که هیچ موقع پیش نیاد بچه هر ترسن از تو خود ما هم خیلی اشتباه بودن آره از تو خود بچه های خود ما هم خیلی اشتباه میکرد که باز بشه ایتگاه حالا مردم دیگه خودشو فهمن نفهمن که واقعا کاری اکنه که دنبال جذب فالوورن و که دنبال اونه خیلی هستن از خیلی هم که نه یه تعدادی هستن که از این موضوعات کلی فالوور شما اسنا بریم ما اسنا بریم بهتر درد و دلت به نظر من همه ما یه درد و دل خاصی ما درد و دلت با طرفدارات با مردم شهرت چه این دوربین در اختیار تو بگه بهشون درد و دل آره یه چیزی که تو دلت مونده هیچ وقت نگفته نباید بگی چون ما از بس گپور رو که الان نزنیم نمید تو پاور بدی که آقا من حرف خاصی هم نیم فقط اگه فکر کنی تو عقب کفتی از کسی دیگه یا تو ناتونی مثل بقیه بشی دلیلش خودتی تا خودت دست خودت نگیری پشت خودت نمیچ کنه تا کمک نکن فقط خودت درد دلم نمون شده بهترین گپ هم میرسه خب عارف عجیب ترین چیزی که همیشه یا معمولا دنبالتن چه؟ کارملا چه؟ کارملا راسته یه قلب برنامه کارملا دستش هستن معمولا نه بابی اولین بار بیدار بودم عجیب داریم از چه نظر؟ از هر نظری یه چیز عجیبی که همیشه مثلا توی جیبته توی کیفته کلا غیر منتظرم یه سری کارا عجیبه کنم ولی خب من نفهم باید بیش بیاد خنده دارترین کار که به توی اتفاق کفتن توی کارات چی بوده؟ خنده دارترین کار الان یادم نینن یه چیزی که پس ذهنت بمونه
یادم هسته ولی الان یادم نیست. چیز خنده‌دار برای تو کار ما خیلی اتفاقی یه کرد. اتفاقی بهت کفتن الان تو ذهنت نی؟ الان حضور ذهن بعد اگه یادم مونده. خب بدترین سوتی عمرت؟ سوتی زیادم نینن. یکی دو بار اشتباه هم کردن خیلی قدیمه بودن که قابل پخش نمی‌کنن. تمام چیزاش قابل پخش نیست. مثبت 28 هم نینن. کار اشتباه بودیم ولی الان واقعا حضور ذهنم چه بگم. سوتی چه بگم. باش سوتی از 20 سالت فکرم نگره. همین دیگه اینا چون ما ناگه سوتی تو دوران مدرسه تو دوران هر چیز باشو که ایقات بودن بدن نفهمیم ما آدم خوبی نبودیم شیطان بودیم بیادم نبودیم ولی شیطان بودیم. اوکی آره اگه یه روز صبح از خواب بلند بشی خب تو کامت کنن خوب بلند بوده ببین عارف جنسیتش تغییری کرده شهر آباده کنم. یه چیز ما بگم ولی نه هیچی جواب خمایه عارف خوانندگی یا نوازندگی؟ نوازندگی. من خوانندگی یا نوازندگی؟ آره بلاگری یا نوازندگی؟ این نوازندگی یه سخاش خود شیشه هستن. بلاگری هم ببین چون خود تنها کاره کری ایسا فکر کنم از همه لاز بهتر باشه. بلاگری بله بهتره درآمدش هم بهتره 100%. خب درآمدش چقدر؟ ببین چیز ثابت نینه. یه موقع بینی 5 تومن کار کنی یه موقع بینی 60 تومن کار کنی متغیره. نرسانیشه دیگه دست مردمه. ببین با مردم همکاری کردی یه موقع سالت خوبن اره سال تا زنی سمتت زیاده بود یه موقع کمه بود بالا پایینه بستگی به بازاریش هستن. دست مردم چون هزینه با مردم کار کردی بستگی به بازارش. بله چیز ثابتی نیمه بگم نه ایقاده نقده نه. خب اوکی دقیقا این نگاه یه جوری پیچونه ولی خب اوکی. خب الان به قسمت دوم بخش دوم ما به نام هات شو. خب عارف جان قسمت هات شو ما یه سری سوالات جنجالین که جواب دادنش یه هم سخته. به ما وارد تو کشاورزی دیگه فلفلی وانه که هات شو هات چه شوی. اگر که یا به سوال جواب بده ناخوارین اگر جواب نداد دیگه میل بکنی هر چیت گو اگم بریم که جنجالو. خب عارف جان جا اولین سوال به نظر کدوم یکی از بلاگرها فالوور فیکی زده؟ فیک واقعا من نفهمم. بچه‌ای که من شاسم کار کردن نه خیلی الان توی حوزه کار کردم من فهمم خیلی فیک زده. اسم بیا تا بهت بگم ها یا نه. منم برنامه یعنی تو خودم بقرا من واقعا نفهمم که فیکیشه ولی اکثر هم واقعیش هستن. همین که توی مردم شاشناسه مامان بلاگر شاگن پس واقعی حتی خودت اسم باره پس این طرف واقعی باید بخورم خراستش اونگو دیگه. نه هست افرادی که فیک هستن اصلا شک نک کاملا میخوا دیگه بعدی جواب بده ماما که مرحیم ماما یک چیزا نترسن. تو نیش جانت برو. بدترین بلاگر یا بدترین بلاگر حتی کسی که اندازه محتوایی و هر چیزی که سفایلیت کرد بدترین همه زحمت کشم کاری هم نیست. خب همی اگر خب نه یک کبیری آزاد محتواش محتوای خوبی نیان هستن. ما خیلی ما هستن که بی محتوا معروفن شو خیلی هسته. خب چه که گنی باره اسم نتاقم گلچی نکن سر دکا نه کلی سرخونه ما سرخونه به بادمجون شدی بانو عزیز
خیلی با محبت مانو خیلی خدا. دل صاف میشه. اگه هم خود واقعیشه، من تنها کسی که لذت ببره اون خودش. خب تا بریم این لذت ببر. پس سال بعدی مخالفه اینه. نه نمیگم که بانو نه نه رفیقو عارف با کنه که بچه بهش پیشنهاد کار عادت باش کار نادت یا تو رو درواسی ارد باش. خب اسمی من الان از کجا دی ان ای بارو من که شاکوه پیشنهاد داد آره بینی مثلا یکی با همه کارم کرم کسی نموندن دیگه. خب با کدومشو بر روی اجبار رفتی؟ اجبار اونم بچه همه رفیقا. خب بابا خود تو سوال اسم نین توقع تو بگه خب بگه فلانی میگه من نه خوشم نتاتم فلانی کار نکنم. خب اسم بیا خب بابا بما کوچیکو واقعا بهتن خیلی ارغنه ما که زر چه به مقدار چه به مثلا مثلا از هنجرت معذرت خواهی کنم دیگه خواهش نیم معذر کنار دار تمام بفهم راحتی خود چیزی ندیگه بپرس هیچ کنم جوابی ندارم و میجا جایش هستن که اول که بخوا اسیر موی کرم بخوا میجا جایش هستن که اول که 400 کاییت به تبریک بگم و انشالله که پلای موفقیت پله بره بالا میلیونی بشی عرصای بالاتر ببینیم. این پایان برنامه اگر که تو یک کلمه کنه یه جمله کوتاه حرفیت هستن بگم اسخده تموم شد رفت. خب تو بچه تابلو رو بزرم به من تاری حرف پایانی حرف او پایانی دوربین مال تو یکم هوای واینرو به لاگرو بندر خیلی به اجتماع بشه با مردم رو میگپم دم دو گرم حمایت دکرید یکم به بومی و خودتو بیشتر اهمیت دادی. حتما که نباید برید شهرهای دیگه حمایت بشه تو حتما نباید شهر خودش خارج بشه. حالا یه سری داستانه که هر کسی ناتون جا بجا بشه ولی به بومیایی که واقعا من رفیقویمه که خوب کاره کرده حمایتشو کنیم. بابا این هم زحمت کشیده هزینه برده سناریو ها تصویر ها لباس خوب ها لوکیشن ها یکم ایشه هم ببینید به چوکو هم ببینید. چوکو خیلی مظلوم هم قرآن جدیه گفتم به چوکوی بلاگیری که خوب زحمت کشیدم حمایت کن. مرسی امارکالله. عارف جان یه جمله کوتاه دلی هرچی دوست هستن یادگاری ما هم آبینیست چیزی نیستم دستگاه دومنی اشکالی نی یه چیزی نیستم تنها کسی که اتون به تو از هر چیزی افسردگی بیماری کسالت پیشرفت بکنی فقط یه نفر. اون چه جمله قشنگی فقط خودت خودت درمان تمام دردات خودت. مرسی کاکا خیلی لطفت که به ما مهمان برنامه خودت اصلا مرسی که تو تشریف هر رو با مصطفی که جمعه انشالله که موفق خدا داشته. مرسی که برنامه جمعه مصطفی رو نگاه کنی. خدا نگهدار.